ایران با اینکه با تحریم‌های سنگین روبرو بوده، با این وجود تونسته موشک‌های بالستیک قدرتمندی رو بسازه که باعث نگرانی دشمنان ایران شده. در این ویدیو قصد دارم 5 تا از جدیدترین و مربوط‌ترین موشک‌های بالستیک ایران رو معرفی کنم که آخرش از همه جدیدتره و یکی از موشک‌ها برای نابودی اسرائیل ساخته شده. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باش. شماره 5. موشک فاتح مبین. موشک فاتح مبین سومین موشک بالستیک ایرانی علیه اهداف دریاییه که توسط متخصصین صنعت دفاع کشور در 22 مرداد 1397 طراحی و تولید شده. این موشک کوتاه‌بر با سوخت جامد نسل جدیدی از خانواده موشک‌های فاتح به شمار میاد که مجهز به جستجوگر پیشرفته و هوشمند با قابلیت نقطه‌زنیه و همچنین از ویژگی‌های چابکی بسیار بالا، رادار گریز و تاکتیکی برخورداره که بر اساس فناوری‌های پیشرفته بومی طراحی و ساخته شده و قادر در همه ساعات شبانه روز و شرایط محیطی و جنگ الکترونیک دشمن اهداف خاص مورد نظر را در روی زمین و دریا تشخیص بده و از تمامی موانع و سدهای ضد موشکی عبور و اهداف را منهدم کنه. شماره 4. موشک دسفول. موشک دسفول یک موشک بالستیک هوشمند زمین به زمین ایرانیه که در 18 بهمن 1397 رونمایی شد. این موشک با سوخت جامد دارای برد پروازی 1000 کیلومتره و با توجه به دقت اصابت این موشک به هدف میشه از قوی‌ترین موشک‌های نقطه‌زن و صد به صد به شمار آورد. موشک دسفول با وزن 1.5 تنی و طول بیشتر از 12 متر و 68 سانتی متر قطر داره. یکی از مشخصات ویژه این موشک بالستیک اینه که میشه تا لحظه اصابت اون به هدف به طور دقیق و کامل اون رو رهگیری و هدایت کرد. این موشک برای دستیابی به سرعت‌های بالاتر قبل از جدا شدن کلاهک موشک از بدنه اون از بالک‌های پایدارساز بهره گیری شده و همچنین مجهز به پرتابگیری‌های قوی، دوفروندی و از نوع 4 محور تا موشک به درستی در مسیر حرکت خودش وارد بشه. دوستان عزیز، قبل از اینکه سومی رو ببینین لطفاً همینجا لایک بزنید. شماره 3. موشک رد 500. این موشک بالستیک ایرانی در 20 بهمن 1398 رونمایی شد. موشک رد 500 با برد 500 کیلومتری و با سوخت جامد از جمله موشک‌های نسل جدید ایرانی کوتاه‌برده که دارای وزنی کمتر از موشک‌های قبلی که حدوداً 2 تن هستش. سرجنگی اون دارای قدرت انفجاری بالا و دقت اصابت این موشک به هدف مورد نظر کمتر از 5 متره. این موشک نه فقط در بخش بدنی بلکه در بخش سیستم پیشران به سامانه کامپوزیتی مجهزه. به این معنیه که به طور کامل از مواد کامپوزیتی با استفاده از فناوری الیاف کربن استفاده شده که باعث کاهش شدید وزن این موشک شده و از چابکی بسیار بالایی برخورداره و همچنین نقطه زن و سطح مقطعی بسیار کمی داره که رادارها خیلی دیر و سخت این موشک رو ردیابی میکنن. شماره 2. موشک حاج قاسم. موشک حاج قاسم سلیمانی یک موشک بالستیک ساخت سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع که در تاریخ 30 مرداد 1399 از اون رونمایی شد. این موشک دارای برد 1400 تا 1800 کیلومتر و کاملا ایرانیه و برای نابودی اسرائیل ساخته شده و میتوان اولین موشک بالستیک تاکتیکی و سوخت جامد ایرانی دونست که به راحتی توان رسیدن به سرزمین‌های اشغالی رو داره. این موشک عضو خانواده موشک‌های فاتحه و به صورت مایل پرتاب میشه که با طول 11 متر و وزن سرجنگی 500 کیلوگرم میتونه با سرعت 12 ماخ در جو و 5 ماخ در لحظه اصابت به زمین شانس سامانه‌های دفاعی موشکی دشمن رو برای رهگیری موفق و انهدام این موشک بسیار کاهش بده. به نظر شما ایران با اسرائیل می‌جنگه یا نه؟ و اما شماره 1. موشک خرمشهر 4. موشک بالستیک خرمشهر 4 با نام خیبر در 4 خرداد 1402 رونمایی شد که در حقیقت جدیدترین و آخرین نسخه پیشرفته موشک خرمشهر که از انواع موشک‌های نقطه‌زن بدون نیاز به هدایت در فاز نهایی محسوب میشه. موتور اون از موتور پیشرفته ایرانی به نام اروند بوده که از سوخت هایپربولیک بهره میبره که این سوخت بیشتر در راکت‌های فضایی کاربرد داره. کلاهک این موشک با طول حدود 4 متر یکی از بزرگترین و مربوط‌ترین سرجنگه‌های تولید شده در داخل کشور محسوب میشه که قابلیت حمل 1.5 تن مواد منفجره در مدل‌های مختلف رو داره و سرعت بالای اصابت سرجنگی به هدف باعث میشه سیستم‌های پدافندی دشمن قادر به تشخیص و رهگیری و اقدام جهت انهدام سرجنگی رو نداشته باشند. برد این موشک 2000 کیلومتر و سرعت 16 ماخ یا 18000 کیلومتر بر ساعت که هنگام ورود به جو 8 ماخ اعلام شده و از فاصله محل شلیک تا برد نهایی اعلام شده را در مدت 10 تا 12 دقیقه طی می‌کنه که همین سرعت عمل در کنار و قدرت تخریب فوق‌العاده او رو از سایر موشک‌ها متمایز می‌سازه. خب این از موشک‌های بالستیک ایران. اگه می‌خواید موشک‌های ایران رو با موشک‌های جهان مقایسه کنی، پیشنهاد می‌کنم این ویدیو رو ببینید.